حریف بود خیلی بگویم که اشدی و رقابت آنها بسیار هم تیز و تند صورت میگیرد و امروز ما در بازی نخستی مسابقات عنعنوی جام تاجیکستان شاهدی واخوری باز هم جی میشتابد و این کار را هم زود میکند. اکنون امکانیت برای بازیگران استقلال و توپ در طور دروازه حساب باز میگردد. 30 دقیقه است و بازیگران دسته استقلال تلاش نمودند و حساب را باز کردند. دیوید ماوتا بود لیگیونری دسته استقلال تر باشد، اما در چمپیوناتی تاجیکستان با منوچهر جلیلوف در صدر بازیگرانی بگیم که نشانزن ها باشد، یعنی با خودی فوتبال بازی خود میتواند که مبارزه ببرد. از ضربه جریمه‌ای برای اشغال دروازه تلاش کرده بود. وای خیلی زیبا منوچهر جلیلوف. گل نخستی او در بازی امروزه و این حساب البته اکنون برای دسته رفشان مشکلی ها با وجود می آورد و در گذشته بارها منوچهر جلیلوف نشان داده که گلش را به کسی می بخشد و حالا هم این کار را میکند. بازیگری دسته استقلال و در حال از کنج میدان توپ را به بازی می‌دارند و به ستون دروازه برمیخورد دو توپ. حتی دیوار دروازه هم مانع گل شده نمیتواند. منوچهر گلی دومی او در قسمی اولی بازی و حساب 3-0. و دوستان عزیز فکر میکنم دسته رفشند اینجا خیلی تلاش کرد تا با این گونه حساب در قسمی اولی بازی به شکست روبرو نگردد. 3-0. حالا وضعیت تکراری فتولا باز هم از کمنار و اینجا دفاعگران مرکزی موقع خود رو از دست میدن، ولی بازیگران زیاد میباید. محسن باباجانوف از یک نفر میگذرد، باز هم گذارشی و از پا میافته، قاعده بازی ویران میشود و پنالتی در نهایت قسمی دومی بازی و همچنین پس از سپری گردیدن 1.5 دقیقه وقت اضافه نموده داور امکانیت را با وجود آورد، ولی امکانیت داد به هر حال منوچهر و نام خود را همچنین ثبت میکند نازیم بعد با پروتکل این واخوری. 4-0. اشاره ما با اشتیاق منوچهر جلیلوف بود که در سبقت گل اندازها 9 گل همراه با رامیش جلیلوف در زینه‌های بعدی قرار دارند. و دوستان عزیز واخوری بازی‌های نیم نهایی جام تاجیکستان میان دسته‌های استقلال و رفشان با پیروزی صاحبان میدان به انجام رسید. 4-0 پیروزی مطلقی دسته استقلال.